بانک رشد آسیا: مقامات تاجیکستان باید از مهاجران مهنتی دفاع کنند. منصب نوبتی داماد میرزیویف: بازداشت نو در وحدت برای تشکیل مدرسه در خانه. چی طوری که ازیا پلوس می نویسد گزارش بانک آسیای رشد درباره پشتیبانی از مهاجران مهنتی تاجیک که روز 9 دکامبر نشر شد میگوید دولت تاجیکستان با تنظیم خروج مهاجران مهنتی، تأمین امنیت و نیکو احوالی آنها و حفظ شأن و شرف آنها در کشورهای اقامت باید مشغول شود. قید کرده می شود که مهاجرت مهنتی منبع اساسی توازن اقتصادی در کشور می باشد. مهاجرت به کشورهای دیگر سطح بیکاری را پست کرده با واردشوی اسعار مساعدت می کند. انتقال مبلغ مهاجران تاجیک در سال 2019 $2.7 میلیارد را تشکیل داد که این با 33.4% مجموع محصولات داخلی سال گذشته کشور برابر است. می نویسد نشریه. در گزارش مذکور گفته می شود که اکثر کل مهاجران مهنتی تاجیک یعنی 85% جوانان دهات می باشند که سنشان از 15 تا 44 ساله است. تقریبا 98% آنها با یک چند سبب به روسیه می روند. این زبانی نسبتاً فهما، فرق نظر است در مزد مهنت، اینچنین نظام بدون روادید و غیره می باشد. اینچنین قید کرده می شود که قسم زیادی مردان مهاجر در ساحه ساختمان همچون کارگران بدون اختصاص کار می کنند. زنان مهاجر باشند در ساحه خدمت رسانی کار و فعالیت می کنند. در گزارش مذکور مشکلات زیادی که مهاجران در سرزمین بیگانه دچار می آیند تاکید شده است. از جمله گفته می شود که اکثر مهاجران از سبب پست بودن تخصص و بیسوادی حقوقی، اینچنین ناامیدی آماده‌اند همه گونه شرایط کاری را قبول بکنند. این شرایط ها باعث استثمار مهنت از جانب کارفرمایان، سوء استفاده از طرف کارمندان پلیس و طمع‌جویی از جانب جنایتکاران می گردد، می گویند مؤلفان گزارش. علاوه بر این در متن این تحقیقات کیفیت بیگانه ستیزی در روسیه تاکید شده است که مهاجران پس از بازگشت به وطنشان درباره آن صحبت می کنند. گفته می شود که اکثر مهاجران برای صرفه‌جویی در کمبزاعتی شدید و شرایط وزنین در منزل‌های سیرآدم زندگی می کنند که به سلامتی آنها تأثیر می رساند. در گزارش مذکور آمده است که مهاجرت مهمترین وسیله زندگی شهروندان تاجیکستان است و برای حفظ مهاجران تاجیک در خارج باید چاره‌های دخلدار اندیشیده شوند. نامزد داماد خرد پرزیدنت ازبکستان اتابک اوماروف به وظیفه نایب پرزیدنت شورای المپی آسیا پیشبری شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپی خبر می‌دهد. قبلا روز 9 دکامبر جلسه غیر نوبتی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی ازبکستان برگزار گردید که در جریان آن آمادگی به اسامبله ژنرالی شورای المپی آسیا که 16 دکامبر در مسقط عمان برگزار می شود و بررسی نامزدی از جانب رهبریت شورای المپی آسیا ازبکستان به وظیفه نایب پرزیدنت تشکیلات تعیین گردد. در جلسه کمیته اجرایی اتابک اوماروف به وظیفه نایب پرزیدنت شورای المپی آسیا پیشبری کرده شد. قید کرده می شود که ازبکستان بار اول نامزد خود را به مقام نایب پرزیدنت شورای المپی آسیا پیشبری می کند. یادرس میکنیم که با بسر قدرت آمدن میرزیویف در ازبکستان چون عادت در رژیم های منطقه آسیای مرکزی، خویشاوندان نزدیک پرزیدنت با وجود بی‌صلاحیتی و رفتار بداخلاقانه خود از گرفتن منصب های بلند دست نمیکشند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت نوبتی ساکن شهر وحدت با اتهام تشکیل مدرسه در خانه خبر داد. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی، با گمان تشکیل مدرسه ساکن 48 ساله جماعت دهات سیمیگنج شهر وحدت عبدالعلیم اشراف بازداشت شد. طوری که در گزارش تلویزیونی که مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تهیه کرده است، قید کرده می شود که عبدالعلیم اشراف در خانه خود مدرسه تشکیل کرده است و به کودکان اساسهای دین اسلام و خواندن قرآن را تعلیم می داد. بعضی از کودکان را تعلیم غیر رسمی می دهند.
ёдрас мекунем ки мақомоти тоҷикистон чанде қабл дар шаҳри ваҳдат як сокини маҳаллиро боздошт карда буданд ки ба кӯдакон ва наврасон асосҳои дини исломро таълим медод. бояд зикр кард ки дар давраи ҳукмронии режими раҳмон бо баҳонаи мубориза бо терроризм комилан тамоми мадрасаҳои кишварро барҳам дод. илова бар ин тақрибан 2000 масҷид ки бо пули аҳолӣ дар давраҳои мухталиф бунёд шуда буд баста шуданд. пайдоиши мадрасаҳои пинҳонӣ натиҷаи табиии сиёсати ҳукумат дар робита бо таълими дини ислом мебошад. талабот ба омӯзиши ислом бениҳоят баланд аст ва воқеан мактабҳои ғайриқонунӣ ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бастаанд хеле зиёданд, мегӯяд сиёсатшиноси тоҷик Абдумалик Қодиров. ҳамзамон кумитаи оид ба корҳои дини кишвар зарурати ифтитоҳи мадрасаро рад мекунад. тибқи гуфтаи кумита аҳолӣ ба мадраса ниёз надорад. лозим аст мадраса агар исломӣ бошад, агар тарбияи навраса агар фақат дини ислом хативай кунад, албатта кушоям беҳтар мешавад, бифаҳманд мазҳаб бифаҳманд. мехостем фарзанди моро онҷа хона худмон даҷи хона